مهلتی که سلیمان بهمون داده فردا تموم میشه. یه بار زنده موندیم، اما اگه این بار موفق نشیم کارمون تمومه. کمک کن الهی. کافیه من دهنتو ببند. من چیزی واسه خودم نمیخوام، به خاطر عرفان دارم میگم الهی. من با عرفان چیکار کنم؟ به من چه ربطی داره؟ اون الان چند ساله که ازدواج کرده، حتی یه بچه داره. این همه سال به فکرش بودم کافی نبود؟ یه بار بهم زنگ زد، نگرانم شد. دیگه نه به تو اهمیت میدم نه به عرفان. بس دیگه، از خونه من برو بیرون، وگرنه زنگ میزنم سلیمان بیاد اینجا. از یک شرکت طلا حرف میزنم که سالانه حداقل 5 تن طلا خواهد داشت. 7 تا معدن هست. ما ارزش این معدن‌ها رو دادیم به یه شرکت کانادایی، بررسی کرده. گزارش‌ها خیلی فراتر از چیزی بود که فکر می‌کردیم. موادی که از این معدن‌ها استخراج می‌کنیم و تو برزیل روشون کار می‌کنیم و میدیمش به بازار. الان تکیه بدین سوراخ‌های بینیتون رو باز کنین و بوی پول رو حس کنین. اگه امروز وارد این سیستم بشین، سهامدار این طلاها خواهید شد. و 10% پولی که سرمایه گذاری می‌کنید و هر ماه به عنوان سود دریافت می‌کنید. و اگر 1 سال تو این سیستم شریک باشید، شریک رگه ها خواهید شد. الان به من بگین کدومتون از این طلاها سهمتون رو میخواین؟ نمیتونین بدون سرمایه گذاری تو این مدت کم این همه پول در بیارید. کدومتون این جسارت رو داره؟ اگه نری زنگ میزنم به سلیمان. خیلی خوب، میرم. تو هم آخرین فرصت تو از دست میدی. همینو میخوای؟ زندگی جفتمون الان لب پرتگاهه. تو 35 سالته به خاطر تنهایی اومدی سمت سلیمان. سلیمان کیه؟ سلیمان کیه؟ لیاقت ما بیشتر از اینه الهی. اگمن زود از این خونه برو بیرون. هر روز داری به عرفان فکر میکنی. میدونم جفتتونم تو عذابید. مگه کورم؟ حتی این همه سال منو میدیدی تا بتونی از عرفان خبر بگیری. تو رو میبینم چون که احمقم، میفهمی؟ چون که احمقم. از خونم برو بیرون، گم شو بیرون. بس دیگه. خیلی خوب، باشه. اگه کارت عروسیتون رو هنوز نگه نداشتی، من میرم. نگهش داشتی. جفتتون رو خیلی خوب میشناسم. عرفان هیچ وقت عاشق ادا نشد. اگه دنیز نبود 2 دقیقه هم باهاش نمیموند. ازدواجش بعد از تو یه کار احمقانه بود. سالهاست که حتی اسمی از تو نیاورده چون از تو عصبانیه. فقط همین. اما هنوز عاشقته. هنوز عاشقته. مطمئنم الهی. از تو متنفرم. ازت متنفرم چون برای اینکه خودتو نجات بدی خوب بلدی با احساسات من بازی کنی. الهی، من واسه هممون یه فرصت آخر میخوام. نه تو نقشه‌ای کشیدی، نه ما برای ماجرا نقشه‌ای داشتیم. چه بخوای چه نخوای توی زندگی یه سرنوشتی هست. سرنوشت ما رو به هم رسونده. چون هنوز کارمون تموم نشده. ما یه فرصت آخر واسه خوشبختی داریم. نمیبینی شیلای؟ ها؟ کی بوی پولو حس میکنه؟ کی با منه؟